برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوی گلخوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 1 اپریل. کرسی خالی مانده عزت امان، فعالیت منبع مرکز توجیکان در مسکو بعد بازداشتی رهبرش زیر سوال رفته است. وی گریست، از چشمانش اشک جاری شد. من تبسم کردم و گفتم از مرگ ترسیدید؟ او گفت نه، اما از آن خفت دارد که بعد مرگ او مهاجران در روسیه بی پشتیبان میمانند. به جای میدانچه بازی وعدگی مغازه میسازند و یا ناراضگی ساکنان چند محله در شهر کولوب. هرچای سبز بریدن ساعت دیشه ورده کانتینر موندن. این در کدام گجور راست میادن. و در روز خنده تماشابینان حجم‌نگاران توجیک را در سیرک دوشنبه با تالار پر و قرصک ها پیشواز گرفتند. خوبش میبردم بابام طهارت میکرد. اما در اول یک خبر دیگر، حکمتالله سیفالله‌زاده عضو زندانی حزبی فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به شفاخانه انتقال یافته است. سیفالله‌زاده 70 ساله در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً به 16 سال محکوم شد. در حالی که مقامات رسما چیزی نمیگویند، فراغت سنگین و همسر سیفالله‌زاده به رادیو آزادی گفت شوهرش را روز 29 مارس و در پی بد شدن وضع سلامتی در بیمارخانه محبس بستری کردند. قبلا نیز همسر سیفالله‌زاده از وضع سلامتی شوهرش نگرانی کرده بود. او گفته بود شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگدستی نمیتواند به او کمک کند. غیب زدن عزت امان، حامی حقوق مهاجران در مسکو و بازداشتش در دوشنبه فعالیت منبع مرکز توجیکان را در پایتخت روسیه در حالت نامعینی قرار داد. همکاران این حقوقشناس شناخته میگویند مرکزی که تا یک هفته پیش برای مهاجران خانه امید بود، حالا به مثل کرسی رهبرش خالی است. ولی با این هم صدها زادگان تاجیکستان در روسیه امیدوارند که پرزیدنت امامعلی رحمان به این قضیه دخالت کرده حامی آنها را رها میکنند. گزارش تلویزیون настоящее время را با هم میبینیم. В общем, здесь он сидел, помогал людям. کارمندان مرکز یاری حقوقی تاجیکان بعد از غیب زدن عزت امان هنوز از حالت شاک بیرون نآمدند. همصفان عزت میگویند او میدانست که دیر و یا زود او را میربایند. 2-3 روز پیش تا زمانی که او را ربودند ما اینجا نشسته بودیم، با هم صحبت داشتیم. من گفتم که اگر شما را ربودند و مبادا شما را کشند ما چه کار میکنیم؟ وی گریست، از چشمانش اشک جاری شد. من تبسم کردم و گفتم از مرگ ترسیدید؟ او گفت نه، اما از آن خفت دارد که بعد مرگ او مهاجران در روسیه بی پشتیبان میمانند. واقعا اخراج یکباره این حامی حقوق از روسیه کاری مرکز را به هم زده است. تا این حادثه هر روز به این اداره حدود 30 نفر با مشکل و سوالهای گوناگون خود مراجعت می‌کردند. حالا آینده فعالیت مرکز زیر سوال رفته است. مرکز ما بر رسانیدن یاری حقوقی مشغول بود. بر زمین هر هفته از 2 تا 3 نفر همیاران می‌فوتیدند. بسیاری ها در چنین حالت نمی‌دانند چی کار کنند، به کجا مراجعه نمایند. از این رو ما به این کار مشغول می‌شدیم. زوجه عزت امان اخراج و حبس شدن شوهرش را در تاجیکستان به فعالیت کسبی او ربط می‌دهد. این کار رو باید نکنی، این خیل گپ‌ها رو باید نگویی. وقتی تو کم مونده است با زودی تو را بازداشت میکنند، چون این تهدیدها به او جای داشت. سیاره تقایو بر این است که مقامات از آنه که شوهر او به مهاجرانی که در سفارت کمک نکردند یاری میرساند عصبانی هستند. وقتی آنها به سفارت مراجعت میکردند به نظرم به آنها کمک نمیکردند. بعد نزد شوهرم می آمدند، او به آنها یاری میرساند. احتمال برای همین مقامات او را بد میدیدند. این حامی حقوق میان مهاجران همچنین بنابر پاندمی شهرت کسب کرد. سال گذشته عزت امان بر زمین یاری حقوقی بر رسانیدن کمک‌های مالی به مهاجران شروع کرد. مهاجران این کارهای نیک او را فراموش نکردند و از او به نیکی یاد میکنند. حالا یگانه نفری که به جستجوی عزت امان مشغول است پسرش است. از زمان حبس او وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جای نگهداری او را فاش نمی کند.
از این رو در شبکه‌های اجتماعی سر و صداها درباره بد شدن سلامتی او چرخ می‌زند. بعضی آوازه ها هست که سلامتی او بد شده است و حالش وخیم است. بله، او بیمار شده بود. بعضیا میگویند او را در شفاخانه دیدن، در بیمارخانه مرکزی. در همین حال به فرزندی حامی حقوق اخیراً امکان دادند پدرش را ببیند. او گفت که پدرش را در بازداشتگاه موقت وزارت کارهای داخله نگاه می‌دارند و سلامتی او معتدل است. پسر این حامی حقوق همچنان خبر داد که مقامات وعده دادند که اگر ضرر مالیوی رسیده را جبران کنید او را رها می‌کنند. در حالی که حکومت تاجیکستان نهالشینانی و بنیاد هرچی بیشتری میدانچه‌های بازی و ورزشی برای کودکان را تشویق می‌کند، در شهر کولوب منظره برعکس مشاهده می‌شود. گروهی از ساکنان محله سیفالدین سنگوف شکایت دارند که مقامات شهرداری با وعده بنیاد میدانچه‌های بازی درختان سرسبزی که مردم شنونده بودند بریده در اصل به ساختن مغازه‌ها پرداختند. به گفته همکارمان محمود جان رحمتزاده، چنین ساختمان‌های جنجال برانگیز در دیگر محله‌های کولوب نیز جای دارند. کودکان محله سیفالدین سنگوف شهر کولوب آخران بازی‌های خود را در میدانچه نزد خانه‌شان انجام می‌دهند. قرار است در جای میدانچه مغازه ساخته شود. آغاز ساخت‌وساز مغازه در جای میدانچه اعتراضی ساکنان بلند آشیانه محله را به بار آورده است. حالا تقی نبیف وکیل محله سیفالدین سنگوف میگوید بعدی ساختمان نمیداند نبیرگانش در کجا به بازی مشغول میشوند. اینها را ما ساز کردیم با چی خدمت، با کار چیای خدمت کردیم، با مهنت خدمت. امروز هستن آدمایی که در همین شهر کولوب ما اینا ویران کنی. مکانی که در آن ساختمان آغاز شده است در برابر میدانچه بازی بودن درختان آرایشی و سوی افکن شینانده شده بود. سبزگل قوت‌ها میگوید درختان را شب و شب بریده در جای آن ساختمان آغاز کردند. هرچای سبز بریدن ساعت دیشه ورده کانتینر موندن. این در کدام گجا راست میادم گجا ده. وقتی که همه درخت‌ها را اومدن بریدن ما را گفتن که میدانچه میکنیم، جایی که ماشین میمونن همونجا را میکنیم، ستاینکا میکنیم. لیکن اومدن نه دیگه گپشون. دادن زمین برای ساختمان مغازه در نزد بیناهای بلند آشیانه بعد بریش درختان نزد این خانه ها سر زد. مقامات شهرداری ماهی انور به بهانه نمایان کردن گرد و اطراف خانه ها و گشادن راه برای ماشین های سوختار خاموش کنی درختان را بریده بودند. درختباری در کولوب اعتراضی ساکنان را به بار آورده بود. در شهرداری به ساکنان بعد بریش درختان گفته بودند که در جای درختان میدانچه های بازی برای کودکان میسازند. شهرداری کولوب هم این گفته ساکنان را تصدیق کرده بود. ماشین آتش نشانی با گرد اطراف خانه‌های بلندآشیانه گشتن نمیتواند. و همین مقصد بعضی درختایی که خلال میرساند ما موافقه با کمیته حفظ طبیعت برای گرفتن آنها مساعدت کردیم. و در آنجا تصمیم گرفتیم که میدانچه‌های بازی کودکانه استراحت کلانسالان بنیاد نماییم. اعتراضی ساکنان خانه‌های بلند آشیانه محله سیفالدین سنگوف در حالی است که ساکنان محله جبار رسولوف شکایت دارند که راه پیاده‌گردی آنها را مقامات به یکسوی کار داده ساختمان مغازه مسئله ساختمانی شروع کرده است. حالا 60 ساکن این محله عریضه دست اجمی کرده خواهان قطعی ساختمان شده اند. زیاده از 60 خوجگی هست در همین محله جبار رسولوف. همیا التماس کردن و امضا گذاشتن که همینجا یگان مغازه نشود. رای محله که زنک و مردک کودک سنگ میگذاره اینجا فقط دم رای ما را میگیرم و گذاشته نمیتونیم. اما رئیس ولایت برعکس گفته‌های شهرداری کولوب میگوید که درخشینانی از سوی ساکنان ولایت خوش استقبال شده است. هزار رحمت به امین شهر دوشنبه پیشنهاد شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که تمام مردم تاجیکستان از اون جمله شهر دوشنبه دستگیر کردن آیدی نشان شینانیدن هر یک عائله یک درخت همیشه سبز. ببینید چه خیلی مردم استقبال گرفته. این بار اول نیست که در شهر کولوب درختان بریده شده در جای آن ساختمان سر می شود. 5 سال پیش در محله شمس‌الدین شاهین چینارها را بریده در جای آن خانه‌های بلند آشیانه ساختند. این بریش‌ها هم همان سال اعتراضی ساکنان را به بار آورده بود.
بعد یک سال خروج بیماری کووید 19 امروز که روز جهانی خنده است، تجربه‌نگاران توجیک در بیشتر تالارها برای مخلصانشان برنامه‌ها اجرا کردند. شیرینکاران میگویند این همه مدت مشتاق مخلصان بودند، زیرا به قول آنها در این گیرودار یک لحظه خنده هم میتواند داروی خوبی باشد. امردین اولیموف موضوع را ادامه میدهد. این برنامه هنری با اشتراک هجونیگاران توجیک در سیرک دوشنبه با مناسبت روز جهانی خنده است. تالاری پور پذیرایی خوبی حاضرین و قرصک‌های آنها را شیرینکاران توجیک یک سال باز انتظار بودند. ما باوری نداشتم که مثلا همین مردم اینقدر میاد با همین حجمی که هست مردم میخیزه میآید. خیال کردم با میترسن کرونا ویروس. سال گذشته روز خنده به زمان خروج کووید 19 راست آمد و طول تقریبا یک سال برگزاری برنامه‌های هنری هجونیگاران را برهم زد. یک سال مردم در کرونا ویروس بند بودن، حتی ترسیدن، فکرهای زندگی پریشان شد، مردم فکرهاش بسیار چقور رفت در همون چیز. به همین خاطر وقتی که آدم میخنده ترس از خاطرش میپره. طبیبان هم میگفتند برای بسبوکی پشتی سر کردن این بیماری روحیه بولیده و هزل و شوخی در حیات انسان مهم است. و همین کسلیه که آمده بود، همین وبا ترسید از ما و شما. باور کنید ترسید. هجونیگار معروفی تاجیک عبیدالله رجب میگوید هرچند مردم تاجیک گوشه‌نشینی نکرد و با برگزاری توی و مراسم‌هایشان این بیماری را گذرانید، اما هزل و شوخی در این موضوع نشانه خیرتمندی نیست. من لطیفه در همین باره نیفتم. برای چی؟ من گمان میکنم که مردم ما بسیار مردم با خرد، با فهم، چه در اول گفتن این یک بدبختی است که این به شوخی گذراندن در کار نیست. توبه باید کرد کسی که وای باشد و آماده شدن در کار. اگر ما این همچون یک شوخی یک وای میگفتیم، اگر این زیادتر میشد. برعکس این به جدی مناسبت کردن در کار بود. چون بالای یگان مرگ و مرده میرویم، اگر همه جدی میشن تا یک مدتی. لیکن باز میگم که توی معرکه ها شوخی ها بودن، در همه جا بود. در روز خنده در شهر دوشنبه یک باره چند محفل حجو و شوخی برگزار شد. شیرینکاران برنامه‌های طول یک سال آماده کرده خود را پیشکش هوادارانشان کردند. در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان باشد، گروه خندین کمان از شهر خوجند مهمان ساکنان پایتخت شد. مقیم جان عبدالفتاح با دسته هنریش یک سال باز به دوشنبه نآمدند. نقشه هایشان برای سفرهای هنری به روسیه و ازبکستان هم موقوف گذاشته شد. اما در آن روزها توانستند در خوجند برنامه هنریشان را پیشکش مخلصان کنند. لیکن یک چیزش به من معقول نشد که همه با نقاب بودند و خنده کردن انسان این خیلی عذاب بینید. اگر استالار بینید خندت با یک الهام روحیه میگیرید. نگاه میکنید همه نمیخواد ایستاده است، لیکن کلاشان خیلی میجنبد. بعد من گفتم همین خنده کردن اینها. لیکن من بنیاد همین آرزو دارم که مثلا گیریم از همین خوجند سر کنیم، مثلا یا از اسفاره سر کنیم تا به درواز یک مثلا گیریم کاروانی خنده بریم. بعد از اینجا مثلا جنبست کردن باز من سمرقند، بخارا، هجدوان و این طرف به سوخ است و این طرف مثلا گیریم اشقرغان است که جاهای تاجیک نشین اهالیشان تاجیک است. هجونیگاران تاجیک میگویند باید نه تنها 1 اپریل بلکه همه روز خنده باشد تا مردم از آزرده خاطری دور باشد و از گرفتاری به بیماری‌های مختلف امین. یک شوهر زنش به تلفن کرد است. من مغازه با آمدم جانم. گفت است ماسک دارید می، نقاب دارید می؟ ها چی گیرم؟ گفت کاسه گیرید. گفت است ببینید تو بگیرم. ما نستمانو میکنیم که تب بولیده و خنده بیدرد هرگز شما بینندگان عزیز را ترک نکند. با همین گزارش خوشبین کننده وقتی برنامه اخبار آزادی هم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما از آن که تا همین لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر رو چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. فراموش نکنید که فردا شما را منتظریم. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.